نمی آیی ببالینم نمی گیری خبر از من. میگویند که هنگام سفر در راه شنیدن موسیقی لذت دیگر دارد. ما هم در هوای ترانه‌های جذابی حافظ خلقی تاجیکستان دوست مراد علیف راه گرفتیم به ناحیه فیض آباد به دهه کپکرز تا نگفته‌های داستان زندگی این هنرمند را گفته باشیم. الهی دل به رحمت دهی گردی بتر از من. حالا هم خانه او پای برجاست با همان شکلی که در زمان زندگی او بود. در اینجا صحبتی داشتیم با برادر مرحوم رجب مراد که یاد کودکی کرد. بسیار بچه شوخ و پدرمون بسیار او رو دوست می داشت و او رو حضر کرده منقه صادق بای نام کرده بود. و مرا گوگو می گوی رجب مراد منقه صادق بای رو بسیار عذاب نده ما خدا چی کاری که میکنه هم مشغول شد. که البته ما اسازی میکردیم در چوب از کرده موزی میکردیم. بعد در بالای هم دهمون خیرمان بود. در اون خیرمان یعنی با توپ بازی میکردیم. روشکون میگفتن یک بازی رو یعنی روز شبکون میگن هم خیلی بازی میکردیم و دو تاز میکردیم. البته درهای سرودخانه ما البته در محیط عائله سرشید و البته پدرمون شخصی بسیار خیلی که بیان کردن قصه‌گوی بود و سرودهای خلقی رو یاد می‌داد. دوست مراد در خردسالی همراه برادر خود ترانه‌خوانی میکرد ولی رجب مراد در این میان راه دیگر را انتخاب نمود. وقتی که ما در خردی یک جای بسیاری وقت خدمت میکردیم یک جای برآمد میکردیم در کنسیتو و من البته در محیط خانگی خانه یعنی واسه بودم. پدر و مادر وقت در قید حیات بودن و بعدتر پدرمون از عالم گذشت و شادروان خیلی قید کردم در خانه فرهنگ یعنی ناحیه کار میکرد و من بعدتر با یعنی تقدیر مرا دیرکتوری هم خانه فرهنگ تعیین کردن. البته کاری فرهنگ در ناحیه به شما معلوم است که چه سمت‌های بسیار دارد و مسئولیت بسیارتر است و من از یعنی از ایجادیات یعنی کمتر دور موندم و من فکر می‌کردم که خیلی از یک عائله یک نفر یعنی حافظی کند همین برای ما کفایه است. البته بعد خیلی همین طور من کمتر از محیط فرهنگی کمتر قبول میگویند که همین خانه از یک جهت یک خانه تاریخی نیز هست، چرا که در همان زمان چهره‌های سرشناس مملکت در همین جا آمدند و با استاد دوست مراد علی ترانه‌خوانی می‌کردند، غزل سرایی می‌کردند، شعر می‌سراییدند و تاریخ ساختن همین خانه نیز خیلی عجیب است. هنگامی که طرح همین خانه را بررسی می‌کردند، هنگامی که ته کرسی همین خانه را می‌ساختند، از زیر همین زمین هنگامی کفتن زمین آب می‌براید، یعنی چشمه می‌براید و دوست مراد علیف نمی‌گذارد که همین چشمه را بپوشانند و همین چشمه تا حال جاری است. آب از داخل آن می‌براید و تا حال طول همین سال‌های طولانی آن خشک نشده است. حالا هم از این چشمه لب تشنگان آب می نوشند. حالا هم به این خانه مخلصان دوست مراد علیف می آیند. فرزندان به خاطر پدر نخواستند که طرح و شکل خانه را دیگر سازند. از همان دوره تا امروز مثل پیشتر باقی مانده است. از فرزندان تنها نوروز راهی پدر را انتخاب نمود. هرچند او سیمای پدر را در یاد ندارد، اما از نقل و قصه های نزدیکان و مردم چهره او را، کار و پیکار او را جستجو می کند. البته وقتی که پدر بزرگوارم از این دنیا پدر گفتم من خیلی خردسال بودم. چند سال داشتید؟
یک ساله بودم. من از دهان عمک‌هایم اکای رجامرود، اکای نرزیمرود، خاله‌هایم، تقاهایم و کسی که در گید و اطراف پدرم جمع شده بودن، مثل هر چهاربینی میشد در ناحیه فیض‌آباد خیلی میرفتیم، گوش میکردم، میشنیدم که پدرم چگونه شخصیت بودن، چی کارهایی که در زنده بودنشان انجام دادن و چی کارهایی که انجام نداده موند. همین خیلی میفهمیدیم که همین گونه شخصیت بودن، همین گونه پدرم. البته اولین همین کاری من در زندگی همین است که مثلا من دوام دهنده کسب و کاری پدر باشم. چی کارهایی که پدرم انجام ندادم گذاشتم آنها رو از نو برقرار کنم. میگویند که اوستای همین طور پدر ملکه صابرو است. درست است؟ این طور دوم است که شودروان با این کار فعالیت ایجادی کرده است. طور یکمش در دست من است و اون طور حالا در خانه من است. این طور از پدر ملکه صابرو شودروان یعنی خرید. بسیار طوری صدای زیبا داشت و با این مشق میکرد، هم وقت در معرکه ها برآمد میکرد. اکنون که سالهای زیاد شد این طور به تعمیر و یعنی کمتر از جور نمیشن، بسیار تعمیر طلب است. برای همین هم آوازش کمتر دیگر شده است. نه اینجا ما گفتن که همین طور خیلی که بود همه خیلی ایواز نکنیم، اونی بستد. ما با همین خاطر نخواستید که اینا ایواز نکنید، همین خیلی که در دست سیموشان یک اونجوشا ایواز نکنید. گفت این یادگاری پدر است. برای همین سبب، از همین سبب. تاریخ طور دیگرش چگونه بود؟ چگونه به شما توفیق کردن؟ تاریخ طور یکمش طور آذری است و در وقتی یعنی مکتبی صنعت تمام کرد شودروان در معرکه یعنی چهاربینی می رفتیم، کنسرت می رفتیم. در بالای طور اعضای همون انسامبل ما نافهمیده شیش یعنی طور شکست و طور رو برده تعمیر کردیم. دسته طور کمی کج شد، برای همین صداش کمتر دیگر شد. و برای همین هم که رجامرود این طوری تو گفته با من داد، حالا در دست من محفوظ است. کم کم می نوازید به همون طور؟ البته می نوازم، ایجاد میکنم. این موضوعی که ما قرار داریم در بالای دهه کپکرز قرار دارد و اینجا یکی از موضوعهای دوست داشته حافظ خلقی تاجیکستان دوستمراد علی بود که هرگاه از کار، از سفر، از خدمت برمیگشت، از مثلا معرکه ها برمیگشت، به همین بلندی می اومد و در اینجا استراحت میکرد و دهه را تماشا می‌نمود. و پیش خود هم میگونه یک مقصد گذاشته بود که هرگاه برای من امکان دست دهد حتما که همینجا رو آباد میکنم، یک باغ زیبا میسازم، یک موضع استراحتی میسازم. ولی که همین گونه امکانیت برای حافظ خلقی تاجیکستان دوستمراد علی دست نداد. ولی بعد از حیاتی و دوستداران صنعتی و دوستداران هنری او تصمیم گرفتند که همین موضع را آباد کنند و آباد هم کردند و اینجا نیم پیکره او را گذاشتند. میگویند که دوستمراد علیف در صنعت آوازخوانی رویه خاصه خود را داشت. او محفل‌آرای بزم‌های مردم بود. هر جا که او میرفت مشتاقان ترانه‌هایش سرجم می آمدند، سرودهایش را زمزمه میکردند. همین مهارت ناتکرار او بود که در سن 28 سالگی برای خدمت‌های شایسته‌اش در رشد صنعت آوازخوانی تاجیک سال 1978 عنوان فخری حافظ خلقی تاجیکستان را دادند. این عنوان برای هنرمند جوان کم نبود. تئاتر خلقی ناحیه فیض‌آباد آن سالها محض با شرافت نام دوستمراد علیف در سر تا سر کشور شهرت پیدا کرد. جوانان زیادی به او پیروی می‌کردند. یگان موسیقی نو می آوردن، مثلا استاد می آمدن تو را می گرفتن، یک چیزی نوی که مثال بیگاه در خانه علاقه متن کوفته یافته وای کرده است زمزمه میکردن، همون
суханҳоро замзама мекарданд. بعد ما نوازنده ها میشتیم بعد موافق لیاقت هر کس هر چیز همراه میکرد. یک کس میگو انا همینجای موسیقی لا مثال همین نیم آوجه نه خیلی نواختن در کار یا که لحظه مایده موسیقی است انا این خیلی نواختن در کار همین چیزها را با هم کار کرده. بعد فکر البته فکری همه را گوش میکردن. همین خیلی آمده از سال 79 با استاد همکاری کردیم کار کردیم یک جا و باز با دستور سپارشی همین استاد باز از سری نو من به دانشگاه رفته داخل شدم و آن رو با موفقیت ختم کردم و تا قید حیات بودن استاد ما با استاد کار کردیم فعالیت کردیم ایجاد کردیم. چگونه داشتن چی رو دوست می داشتن من چگونه رفتار میکردن با همکاران؟ به نهایت شوخ بودن به نهایت شوخی میکردن سختگیر بودن. یگان کسی اگر همین میرنجاندن هم در وقتی کار بعدی کار با از اون کس عذر میخواستن. همین خیلی دوی میخواستن که همین وقتشون خوش باشد. سرود و موسیقی رو به نهایت دوست میداشتن و زیباگی رو به نهایت دوست میداشتن. حتی یک لحظه فراموش نمیشود که در یک جمع نشستگی بودیم وقتی که استاد سخن میکرد پیش سخنش یک رفیق دیگه مون گپ میزدن نمیموند که سخنش تمام کنه و استاد بسیار دیدن طاقت نکرد بعد همین کاسه چکر گرفته همین روش همین خواب میکنی گفت یا نه همین لحظه فراموش نمیشه. البته شوخی بودی کار. سال 1974 در ناحیه فیض‌آباد مکتب موسیقی بچگانک شده شد. دوستمراد علیف بعد ختم دانشکده هنرهای زیبایی شهر دوشنبه و خدمت حربی 3 سال در این مکتب به حیث معلم رباب کار کرده است. ما اولین شاگردان آن کس بودیم که با ما از نازکی های نواختنی رباب با ما درس میگفتن. شاید حاضر مخلصان و هواداران شادران ندونن که اون نه تنها یک آوازخوان بلکه مربی خوب پداگوگ خوب بود. چرا که فرخ جان وقتی که اگر ما خطا میکردیم یکم چیز با گفتش نمیکردیم 2-3 بار میفهمون و مثل دیگر آموزگاران شاید با جهل نمی اومد. برعکس با یک خنده زیبای تبسم زیبای با ما نگاه میکرد که مقصد خطا نواخته استی. البته همین تبسم برای ما جنگ رو افاده میکرد. گویا ما زود اصلاح میشدیم، زود خود رو اصلاح میکردیم و تا اون درجه که ما که خود بودیم دستمون تا بالای دسته رباب نمیرسید. در میز رباب زدن عذاب میکشیدیم. چند بارها دستی ما رو راست میکرد، انگشتای ما رو راست میکرد که از روز اول نوازنده باید درست داشتن اسباب و دقت دید. و امروز که من حاضر خود آموزگار مکتب صنعت هستم و نام دوستمراد علیف، همین نصیحت ها همین پند های استاد همه وقت سرمشق کار خود کردم و شاید امروز آدما نمیدونن که برای چی محض مکتب موسیقی رو با نام دوستمراد علیف ماندن. بعد از مرگ نوبهنگام با افتخار 40 سالگی از آن که او در این مکتب کار آغاز کرده بود و مکتب موسیقی را به نام دوستمراد علیف گذاشتن. حالا عین حال مکتب صنعتی به نام دوستمراد علیف است.
میگویند که دوستمراد علیف غیر از حافظ و آهنگساز و آموزگار اصیل بودنش در آفریدن نقش‌های دراموی نیز مهارت به همتا داشت. قریب در همه اسپکتاکل هایی که در صحنه تئاتر خلقی ناحیه گذاشته میشد با اون نقش اساسی را میدادند و او در آفریدن نقش‌های گوناگون از خود مهارت خاصه نشان میداد. او در نمایشنامه‌های عقابی قویبال، فوزایل مخصوم، فرمان کدوشاه، اشان ایلوانتا نقش‌های مرکزی را آفریده است. سال 82 من دوادوی کردم و من تئاتر فیض‌آباد فیلیال تئاتر لوتی کردیم. وقت دیرکتور قاشقری میرزایی بود شودروان. همین تئاتر فیض‌آباد و هر ماه یک تا اسپکتاکل تئاتر لوتی میگذشت. هر ماه یک تا البته. بعد ما در همین تئاتر هم خواستیم که صحنه‌هامون خیلی وقتی که تئاتر روش علاقه آبروش بلند شد. انا بچه‌های خوب تشکیل شدن. بعد بار یکم یک اثری حاجی صادق عقابی قویبال یکم اثری کلان حجمی که در روی صحنه فیض‌آباد موندیم همون بود. بعد رول‌ها رو تقسیم کردیم خیلی هر کس موافق قابلیتش و قوت و تواناییش. بعد همون رولی رئیس بود، رولی اساسی بود. بعد من دوستمراد جیغ زدم گفتم که دوستمراد انا می رول بازی میکنی. گفت چه خیلی من اکتوری نکردم. گفتم نکردی میکنی اکو. یک جوان باید 40 هنر داشته باشد. یک آوازخوانی نه، تو باید هم اکتور باشی، هم نوازنده باشی، همه کاری سند باید دست تو بیاید. بعد همون رول من همون با باوری کرده دادم. باور که من تعریف نشود برابر اکتورهای کسبی بازی کردم نقشه که حالم در خاطری من هست. و دوستمراد علیف نه تنها یک آوازخوان بود و در صحنه نقش‌های بسیاری آفریده است. در چقدر نمایشنامه‌ای که در تئاتر روتی رفته، تئاتر فیض‌آباد رفته است، قریب که در همش اشتراک کرده است. در نقشه اساسی بیشتر قبول می‌کردن. بله، چون که نبود همون افت و اندام و همون جوسه و همون دانش و همون تیپاش قریب که نبود. بعد مجبور میشدیم که همون با وابسته کنیم وای نمیگم. وای گپ مرا یگان بار نگفته است. تا وقتی که در حیات بود چیزی که من گفته گپ مرا نگردانده است. کامیدین چقالوف میگوید ما با دوستمراد علیف خیلی دوستان نزدیک و قرین بودیم. حتی هنگام دانشجویی در یک اجاره خانه زندگی میکردیم. در یک خانه کمپیر روز همون نگورنی در یک خانه کمپیره که یک 3x3 بود یا 2x3 بود. همون خانه چه بسیار میده بود. همونجا یک کراواتک یافتیم ایا جو ماندیم همین خیل. ما همون پروژیناش نشد. بسیار از کار برآمدگی بود و پروژینا او را پرتیم تخته یافتیم. اما را تخته قطعی هوار کردیم. خیلی بعد کورپا و کورپچای کونه پونه یافتیم را هوار کردیم. یار از کلا دوش که دیگه هم یافتیم. اگه ما در ما کوارتیر 4 کس بودیم. ما هم بودم، رحمتی دوستمراد بود، مامرابی بود، بعد شیراوگان همه خورتر بود که و جا دادیم در روی پول. گفتیم خیلی تو جوان هستی باید همبار خورای. این را از کلا دوش کرده ربی گرفت. ما 2 کس امروی رحمتی دوستمراد در یک کراوات خو می رفتیم. همون کراواتی 2 کس هم نبود و 1.5 کس بود. 1.5 کس بود و دمای فرمیده 1 کراوات بود. همون خو می رفتیم. بعضا خواب میبینم. در خواب آدم دوستمراد علی میداره؟ چند بارا در خواب میداره. و میخیزم بالای جاگه تا سحر میشینم فکر کرده. این همین جای خوابی من است. من دیر 3 شب میخیزم. نباشه 1-2 شب میخیزم. بعضا تا سحر بیدار میخیزم. هرچند که جوان بود ولی بیماری او را اذیت میداد، اما با این همه دردی خود را در میان مردم عیان نمیکرد. بیماری شادروان البته تا سال 1980 بیماریش معلوم نبود. لیکن بعدی همین سال 85 شکایت کرد که پشتم در میکنم. رفتیم خیلی خرابالو رفتیم خیرورگ میکرد چی کردن یعنی معاینه کردن دیدن گرده هاش باید است کسل بود است و همون وقت یک جراحی کردن شدن با گفتن که یک جراحی نمیکنیم احتیاط کنند نمیخونی که بعد آهسته همین گرده ها خیلی بعد یعنی با بیماری منتظم شد بعد چی کرد بعد هم بیماری کنیم حتی در وقت بیماری در
یعنی کسالخانه میدگرداک میگفتن اون وقت همونجا خوب بود. همونجا بردنی شدیم با مسکو بردیم برای جراحی. دکترها گفتن که نمیشه. میگن که دوست مراد علی در دهه ملوبراتی که حالا در بالای دهه کپکریز است به دنیا آمده است. بعدا آنها میکوچند به دهه کپکریز و بسیاری حیاتی او در همین دهه کپکریز گذشته است. باز میگویند که دوست مراد علی سیر و سیاحت در کوه و پشته ها را دوست می داشت و در دهه ملوبراتی یک چشمه بود با نام مهجان و هر وقتی که وقتی خالی میافت به همون جا میرفت، از همون چشمه آب می نوشید. در آخران لحظه های حیات خود وقتی که در بستر بیماری بود در دوشنبه شهر از نزدیکان خود خواهش میکند که برایش از چشمه مهجان رفته آب بیارند و همینطور از دوشنبه نزدیکانش اومده از همون بلندی از چشمه مهجان برایش آب میارند و او این آب رو می نوشد و میگوید که شکر که همین آب رو بار آخر نوشیدم و بعد همین او از دنیا در میگذرد. همین طور حافظ خلقی تاجیکستان دوست مراد علیف در عین کمالات ایجادی و در سن و سال جوانی از دنیا درگذشت. آدینه هاشم، شمس‌الدین محی‌الدینوف آن روز مرثیه می‌خواندند. تمام مخلصانش برایش می‌گریستند، اما میگویند که هرچند جسمی او از میان ما رفت، اما ایجادیاتش، ترانه‌های ماندگارش تا ابد در دلها خواهد ماند. بیمان من میرم و تو جاویدان باشی، بیمان هر لحظه چنگین و مرادی ها، بر رخسارم خطی آژن میگذارد، بیمان هر لحظه چنگین و مرادی ها، بر رخسارم خطی آژن میگذارد، ایمان عشقی تو چون زخم نهان دل، مرا هر لحظه و هر روز آزارد، ایمان عشقی تو چون زخم نهان دل، مرا هر لحظه و هر روز آزارد. توانی صد توانا را به تو بخشم، بیفت من اگر تو ناتوان باشی، و پاس این همه امید قربانی، مبادا دشمنم را یاری جان باشی، مبادا که عزیز دیگران باشی، بیمان مسوزم و تو در امان باشی، بیمان من میرم و تو جاویدان باشی، بیمان مسوزم و تو در امان باشی، بیمان من میرم و تو جاویدان باشی، بیمان من میرم و تو جاویدان باشی.